مدیر عامل شرکت اوپن ای آی که چت جی پی تی را به جهان ارائه کرده، از مردم ایران درخواست کرد درباره کشورشان از این هوش مصنوعی هیچ سوالی نپرسند. ما در تبلیغاتمون به صراحت اعلام کردیم کاربران هر سوالی توی ذهنشون دارن از چت جی پی تی بپرسن، ولی اخیراً به این نتیجه رسیدیم که مردم ایران نباید این کارو بکنن. چند روز پیش یک کاربر از هوش مصنوعی ما پرسیده بود قیمت دلار رو کی تعیین میکنه. همون لحظه 3 تا از دیتا سنترهای ما زیر فشار داغ کرد، چون ربات هوشمند هر قدر گشت برای اون سوال هیچ پاسخی پیدا نکرد. کلا یه سری از سوالها هست که خواهش میکنیم ایرانی‌ها از هوش مصنوعی نپرسن. اون بدبخت از کجا باید بفهمه سال 1402 کدوم خودرو داخلی ایرانی قراره مثل پراید سودآور باشه؟ مگه به مافیای قیمت‌گذاری خودرو وصله؟ یا یکی دیگه اومده پرسیده چرا یه سری از ایرانی‌ها روی در ماشینشون از این فومای ضربه‌گیر آبی رنگ میچسبونن؟ هوش مصنوعی از کجا باید اینا رو بدونه؟ ازتون خواهش میکنم وقت من و همکارام